روز 24 دکبر در چند بانک تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند آماده هستند مبلغ‌هایی را که به واسطه زلطه کرونا از تاجیکستان به خارج انتقال شدند به صاحبانشان برگردانند. این چنین مبلغ‌هایی که به واسطه این نظام از یک ناحیه به ناحیه دیگر تاجیکستان فرستاده شدند بازپس داده می‌شوند. اما به گفته مقامات بانک ملی و هم بانک‌های کشور مبلغ‌های مهاجران که از روسیه به واسطه نظام زلطه کرونا انتقال شدند در تاجیکستان داده نمی‌شوند. مقامات میگویند که مهاجران باید پول‌های فرستاده خود را از نقطه‌های زلطه کرونا در روسیه بازپس بگیرند. اعلان افی بانک ملی در حال صدا می‌دهد که ده‌ها شهروند تاجیکستان شکایت دارند که پیش از فعال شدن مرکز پولگذرانی به واسطه نظام زلطه کرونا به کشور یا از داخل کشور به خارج پول فرستاده بودند و حالا آن را بازپس گرفتن نمی‌توانند. مسئولان بانک‌های تاجیکستان تصدیق می‌کنند که پول زیاد از شهروندان در نظام زلطه کرونا درمانده است. در همین حال یک منبع در نمایندگی زلطه کرونا در تاجیکستان گفت مذاکرات آنها با مقامات بانک ملی تاجیکستان ادامه دارد. بانک ملی تاجیکستان از 3 دکبر امسال مرکز یگانه پروسسینگی را فعال کرد که من بعد همه مبلغ‌ها به کشور تنها توسط این مرکز وارد کرده می‌شوند. تا حال نظام‌های یونیستریم، کانتکت و وستر یونیون با آن همراه شدند. نظام زلطه کرونا که در گذشته بیش از 80% پول مهاجران به واسطه آن انتقال می‌یافت، شرط‌های بانک ملی تاجیکستان را نپذیرفته است. هنوز سوال‌ها درباره کار این مرکز زیاد است، ولی مقامات به پرسش‌های چالش برانگیز جواب نمی‌دهند. عین زمان شکایت مهاجران و نزدیکان آنها درباره فرستادن و گرفتن پول کم نشده است. بنا به حساب‌های سازمان‌های بین‌المللی درآمد هر چهارمین خانواده در تاجیکستان از حساب مهاجرانی کاری است. مهاجران تاجیک در 9 ماه امسال از خارج به کشور بیش از 2.5 میلیارد دلار فرستادند.